واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان نهایت گرامی بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم در قسمت 49 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته این برنامه در باب صفت نماز یا چگونگی نماز، در مورد خواندن دعای استفتاح و همچنین در مورد بسته کردن دستها، این مطالب را در قسمت گذشته در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کردم و این قسمتی از برنامه ما یا این درس امروزی ما ادامه اون مطلب است که نمازگزار بعد از اینکه دستهای خود را بسته میکند و دعای استفتاح را میخواند و بعد از شروع میکند به خواندن سوره فاتحه. و در مورد خواندن سوره فاتحه در نماز علما در دو مورد اختلاف نظر دارند. مورد اول اینکه آیا خواندن سوره فاتحه رکن و واجب است در نماز یا اینکه مطلق قرائت واجب است و اما خواندن سوره فاتحه بذاته واجب نیست. و مورد دوم این که آیا خواندن سوره فاتحه برای هم امام و هم مأموم و هم منفرد برای همه واجب است و در نمازهای جهری و سری در همه واجب است یا اینکه فقط برای امام و برای منفرد واجب است اما برای مأموم واجب نیست. در این دو مورد علما اختلاف نظر دارند بنا به ادله‌ای که ایشان از احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم استنباط کردند و مجمل اقوالشان به 4 قول تقسیم میشه. اول اینکه عده از علما نظرشان این است که خواندن سوره فاتحه مطلقاً واجب است، به این معنی که خواندن فاتحه چه در نماز برای امام باشه، برای مأموم باشه یا برای چه نماز جهری باشه، چه خفیه باشه و چه انسان منفرد باشه، در تمام حالات خواندن سوره فاتحه واجب است و نماز بدون خواندن سوره فاتحه درست نمی شود. و این رأی مذهب شافعی و عده از علماست و عده از علما رأیشان این است که مطلقاً واجب نیست، به این معنی که خواندن سوره فاتحه چه برای امام چه برای مأموم و چه در نمازهای جهری و چه در نمازهای خفیه در هیچ صورت واجب نیست، بلکه اگر یک آیه از قرآن کریم، یک آیه دراز یا آیه کوتاه را هم بخواند نمازش درست میشه از هر جایی که قرآن باشه. و این رأی علمای احناف است. و رأی سوم این است که خواندن سوره فاتحه برای امام و برای منفرد واجب است اما برای مأموم واجب نیست. و رأی چهارم این است که خواندن سوره فاتحه برای امام، برای مأموم، برای منفرد واجب است و همچنین برای مأموم در نمازهای سری واجب است و اما در نمازهای جهری برای مأموم واجب نیست. این 4 قول مطلق مجمل اقوال علما در این مورد و همه علما به این اتفاق نظر دارند که اگر شخص مسبوق باشه، به این معنی که امام را در اول رکعت گیر نمیکنه بلکه امام را در وقت رکوع کردن گیر میکنه
و با امام رکوع میکنه، در حق این شخص سوره فاتحه وجوبش ساقط میشه، در حق این شخص واجب نیست. اگر شخص امام را در رکوع گیر میکنه و رکوع را با امام ادا میکنه، اون شخص نماز را با طور کامل ادا کرده و در حق از او سوره فاتحه به اتفاق واجب نیست. و احادیثی که در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده، از جمله حدیث است که حدیث متفق علیه است، حدیث است که امام بخاری و امام مسلم او را از صحابی جلیل القدر عباده بن صامت بن قیس خزرجی انصاری روایت میکند که لقبشان ابو ولید بود و از جمله نقبای انصار بودند در هر دو بیعت، در بیعت عقبه اول و دوم از جمله نقبای انصار بودند و ایشان در غزوه بدر و در غزوات دیگری با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شریک بودند و در زمان حضرت عمر خلیفه دوم مسلمان ها همچنان دیگر صحابه کرام این دین را با خود گرفته در انحای عالم اسلامی رفتن، هر یک به هر طرف تقسیم شدن و این صحابی جلیل القدر در شهر حمص که یکی از شهرهای بلاد شام بود در اونجا رفت و از طرف حضرت عمر معلم در آنجا تعیین شد و همچنین قاضی تعیین شد که قضاوت میکرد و معلمی مسلمان ها در آنجا بود و بعد از اونجا به فلسطین انتقال یافت و در فلسطین در شهر رمله در سال 34 هجری که در حالی که 72 سال عمر داشتند وفات کردند. این صحابی جلیل القدر روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن. این حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن، نماز درست نیست، نماز جایز نیست برای کسی که ام القرآن را در آن نمیخواند. شخصی که در نماز خود سوره فاتحه را نمیخواند نماز از او نادرست است، نماز از او جایز نیست و نماز از او ناقص است. و در روایت دیگری هم آمده در ابن حبان و در سنن دارقطنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تجزئ صلاة لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب، نمازی که در او فاتحة الکتاب سوره فاتحه خوانده نمیشود او نماز مجزی نیست، کفایت کننده نیست، نمازی نیست که صحیح باشد، درست باشد. و همچنین امام احمد و امام ابو داود و امام ترمذی روایت دیگری نقل میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای صحابه گفتند که لعلکم تقرؤون خلف امامکم. در مقدمه این روایت میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که مالی انازع القرآن، چه شده که ما قرآن در وقت قرآن خواندن در نماز قرآن با ما منازعه میکند. بعد فرمودند که لعلکم تقرؤون مع امامکم، شاید شما هم با امرای امام میخوانین، همچنانی که ما میخوانم شما هم از پشت من میخوانین. صحابه کرام فرمودند که نعم، بله ما این کار را میکنیم، شما وقتی که خواندین ما هم میخوانیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، شما این کار را نکنید، از پشت امام خود نخوانید مگر بفاتحة الكتاب، مگر سوره فاتحه را بخونید، اما دیگر سوره را از پشت امام نخوانید، چرا که نماز نیست نماز برای کسی که سوره فاتحه را نخواند. کسی که سوره فاتحه را نخواند نماز از او درست نمی شود. پس جمهور علمای مالکی و شافعی و همچنین علمای حنابله و جمهور صحابه و تابعین رأیشان این است که خواندن سوره فاتحه در نماز واجب است و نماز بدون سوره فاتحه درست نیست. اما علمای احناف رأیشان این است که مطلق قرائت واجب است، یعنی از هر جای قرآن اگر انسان بخواند واجب ادا می شود و خواندن فاتحه واجب نیست، بنا با آیه قرآن کریم که فقرأوا ما تیسر من القرآن و همچنین بنا به حدیث مسیء الصلاة که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای او فرمود که ثم اقرأ ما تیسر لك من القرآن. ولكن جمهور علما گفتن که آیه که فقرأوا ما تیسر من القرآن این عام است، خاص برای نماز نیست. و اما احادیث دیگری که ما روایت کردیم این احادیث در مورد نماز خاص وارد شده که نماز بدون قرائه سوره فاتحه درست نمیشه، لذا حمل عمل به خاص احادیث میشه و اما آیه قرآن کریم به اطلاق خود به عام خود باقی است.
و اما حدیث مسیح صلات را گفتن که چون بر روایت متعددی وارد شده، در بعضی روایت‌هایش آمده که ثم اقرأ ما تیسر من القرآن، و در روایت های دیگری هم آمده که ثم اقرأ بأم الکتاب. لذا روایت هایی که به ام الکتاب آمده به او عمل میشه، و اما روایت که ما تیسر من القرآن مراد از او ام الکتاب است که در روایت دیگری تفصیل آمده. به هر حال جمهور علما بنا به این احادیث صحیحی که نقل کردیم رأیشان این است که خواندن سوره فاتحه در نماز واجب است، و در نمازی که سوره فاتحه خوانده نشه و نماز درست نمیشه. و اما در مورد اینکه آیا برای امام، برای مأموم، برای همگی واجب است یا تنها برای بعضی ها، علمای شوافی و همچنین روایتی از امام احمد و امام مالک رأیشان این است که خواندن فاتحه در نماز برای هم امام واجب است و هم برای مأموم و هم برای منفرد. در مورد امام و مأموم، در مورد امام و منفرد علمای ثلاثه جمهور علما اتفاق دارن که برای اونها واجب است، اما در مورد مأموم عده از علما میگن که فقط در نماز سری واجب است و در نماز جهری برش واجب نیست. اما امام شافعی میگه که هم در نماز سری برای مأموم واجب است و هم در نماز جهری. بنا به احادیثی که ما نقل کردیم گفتن که این احادیث عام است، همه را شامل میشه. و احادیث دیگری هم در این باب از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است. اما علمای احناف رأیشان این است که برای مأموم نماز خواندن، مأموم مقتدی نماز سوره فاتحه را نمیخواند، چه نماز جهری باشد و چه نماز سری باشد. و دلیل گرفتن به آیه قرآن کریم که و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقتی که قرآن خوانده می شود شما گوش کنید و خاموش باشید. چون امام وقتی که قرائت میکند باید مقتدی خاموش باشد و گوش بکند و سوره فاتحه را نخواند. و همچنین حدیث دیگری که اصحاب سنن غیر از ترمذی دیگر اصحاب سنن و از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند انما جعل الامام لیؤتم به فاذا قرأ فانصتوا. امام برای عزیز که پشت از او اقتدا کرده شود، وقتی که امام میخواند باید شما خاموش بشید. و همچنین حدیث دیگری روایت شده که من قرأ خلف الامام فقراءة الامام من صلى خلف الامام فقراءة الامام قراءة له. کسی که پشت امام نماز میخواند قرائت امام کفایت میکند از قرائت یزو. لیکن جمهور علما از این احادیث جواب دادن، گفتن که آیه عام است، آیه فقرأوا و اذا قرئ القرآن فاستمعوا عام است، خاص برای نماز نیست. و احادیث دیگری در مورد نماز وارد شده، لذا حمل خاص بر بالای عام میشه و به احادیث چون خاص است به این احادیث عمل میشه و اما آیت به عموم خود باقی میماند. و اما حدیث دیگری که من قرأ خلف الامام گفتن حدیث مرسل است و در روایت های از روات ضعیف موجود است و این حدیث و احادیث دیگری که در صحیح بخاری و مسلم وارد است، لذا به احادیث عمل میشه و این حدیث مرسل و ضعیف است. و اما حدیثی که و اذا قرأ فانصتوا این را هم حمل به نمازهای جهری کردن و بعضی علما به این عمل کردن که در نماز جهری باید خوانده نشود اما در نمازهای خفیه خوانده شود. و احادیث مسیح الصلات که احناف به او دلیل گرفتن، اونجا هم چون روایت های متعددی آمده، در بعضی روایت هایش امر به خواندن سوره فاتحه شده، لذا سوره فاتحه باید در آنجا هم خوانده شود. و از مجموع این احادیث و اقوال علما محققین این را استنباط کردند که در نمازهای بهتر است که در خواندن سوره فاتحه واجب است در نماز، و اما برای امام و برای مأموم برای منفرد واجب است که باید بخواند، و اما برای مأموم در نمازهای خفیه باید خوانده شود. از جمله اصحاب امام ابو حنیفه هم امام ابو یوسف و امام محمد رأیشان هم است در نمازهای خفیه باید مأموم بخواند، اما نمازهای جهری به خاطری که به احادیث عمل بکنه اگر بخوانه کار خوب و بهتر است و این رأی محققین و اکثری علماست. و بعد از دیدن یک بیانیه کوتاه خدمت شما دوستان عزیز ادامه این مطلب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله تقدیم میکنم. با ما باشید.
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم. در قسمت اولی این برنامه گفتم که خواندن سوره فاتحه نزد جمهور علما واجب است و که در هر رکعتی از نماز باید سوره فاتحه خوانده شود و در مورد مأموم، در مورد امام و منفرد اشکالی نیست، اما مأموم در نمازهای خفیه هم اشکالی ندارد و اشکال در نمازهای جهری است که چی وقت باید او را بخواند. کسایی که قائل به این است که برای مأموم در هر صورت واجب است، چه نماز جهری و چه نماز خفیه باشد، آنها گفتند که در وقتی بخواند که سکتات امام است. بعضی‌ها گفتند که در وقتی که امام یک آیت را میخواند کمی خاموش می شود، باید هم یک آیت را بخواند و آیت را بخواند. وقتی که آیت دوم را میخواند کمی خاموش می شود، باید آیت دوم را بخواند. و عده علما گفتند که نه، امام وقتی که سوره فاتحه را ختم میکند و اندکی استاد می شود، در اون وقت باید این سوره مقتدی هم سوره فاتحه را بخواند. و عده از علما هم رأیشان این است که اشکالی ندارد که امام بخواند و مقتدی هم امرایش بخواند، اشکالی نداره. امام هم بخواند سوره فاتحه و مقتدی هم از پشت از او بخواند، اشکالی ندارد. و چون در امام ابو داود از صحابی جلیل القدر عبادة بن ثابت روایت میکند که عبادة بن صامت در پشت ابو نعیم نماز خواند و ابو نعیم نماز جهری را میخواند و عبادة بن ثابت هم از پشت از او سوره فاتحه را میخواند. و همچنین امام ابو داود و امام احمد از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تام. کسی که نمازی بخواند که او سوره فاتحه را نخواند و نماز از او ناقص است و تام نیست. 3 بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را تکرار کردند. و در ادامه حدیث میگه که راوی از ابو هریره رضی الله عنه پرسان میکند که انا نکون وراء الامام، ما در پشت امام میباشیم، چه قسمی بخوانیم؟ حضرت ابو هریره میگه که فقرأ بها فی نفسک، تو در نفس خود، در دل خود او را بخوان، با وجودی که امام هم میخواند تو هم در دل خود او را بخوان. و همچنین ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، امام ابو داود از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم امره ان ینادی فی المدینه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو هریره امر کردند که در شهر مدینه صدا بزند، فریاد بکند که انه لا صلاة الا بقراءة فاتحه الکتاب، که نماز درست نمیشه مگر به خواندن سوره فاتحه. بنابراین علما گفتند که در هر حالت خواندن سوره فاتحه واجب است و اشکالی ندارد که امام میخواند و این شخص هم مقتدی هم از پشت از او میخواند. و اگر شخص سوره فاتحه را سهوا ترک کرد، علما که قائل به واجب بودن از اوستند گفتند که باید سجده سهو کنه. و عده از علما امام شافعی که میگن که رکن است، میگه که قولشان این است که نماز خود را باید اعاده کنه و نماز به سجده سهو جبران نمیشه و باید نماز خود را اعاده کنه. و اما علمای مالکی و علمای دیگر میگن که به سجده سهو جبران میشه، اگر شخص سهوا سوره فاتحه را ترک کرد سجده سهو کنه و این کار از او به او جبران میشه. و موضوع دیگری خواندن بسم الله الرحمن الرحیم است و اینکه آیا بسم الله جزئی از فاتحه است و یا جزئی از فاتحه نیست. جمهور علما رأیشان این است که
سوره بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از آیه سوره نمل است و جزئی از فاتحه و یا جزئی از دیگر سوره ها نیست، بلکه نازل شده برای فواصل، برای که فاصل باشد در بین سوره ها. لذا خواندن بسم الله الرحمن الرحیم به شکل جهری در امرای بسم الله امرای فاتحه واجب نیست و سنت است که قبل از شروع کردن فاتحه بسم الله خوانده شود، لیکن به شکل سری، چون احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد نقل شده. از جمله حدیث متفق علیه است که از انس بن مالک نقل شده که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین، که ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دیدم و همچنین ابوبکر و عمر را دیدم که نماز را به خواندن سوره الحمد لله رب العالمین آغاز میکردند و بسم الله را نمیخواندند. شاید که با او جهر نمیکردند یا اینکه هیچ نمیخواندند و هم دلالت به این میکند که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از فاتحه نیست و خواندن از او لازمی نیست، واجب نیست، بلکه سنت است و به شکل خفیه باید خوانده شود. و همچنین در روایت دیگری از در نزد احمد و نسائی و ابن ماجه آمده که لا یجهرون بسم الله الرحمن الرحیم، آنها با بسم الله الرحمن الرحیم جهر نمیکردند بلکه او را به شکل خفیه میخواندند. و همچنین روایت دیگری در امام مسلم و در امام احمد آمده، مسند احمد، که حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگه که حضرت انس بن مالک میگوید که صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و عمر فلم اسمع احد منهم یجهر بسم الله الرحمن الرحیم، ما پشت سر فلم اسمع احد منهم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، من پشت سر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهم نماز خواندم و نشنیدم که آنها بسم الله الرحمن الرحیم خوانده باشند. پس نشنیدنی از یک دلالت به این میکند که آنها نمیخواندند و دلالت به این میکند که واجب نبوده، و همچنین نشنیدن از دلالت به این میکند که آنها شاید خفیتا میخواندند و خواندنش جهرا نیست، باید خفیتا خوانده شود. و همچنین در روایت دیگری در امام احمد مسند احمد آمده صلیت خلف النبی صلی الله علیه و سلم و خلف ابی بکر و عمر و عثمان فكانوا لا یجهرون بسم الله الرحمن الرحیم، من پشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پشت حضرت ابوبکر و عمر نماز خواندم، آنها بسم الله الرحمن الرحیم را جهرا نمیخواندند بلکه خفیتا میخواندند. پس مجموع این روایات همه دلالت به این میکند، اول دلالت به این میکند که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از فاتحه نیست و خواندن از او قبل از فاتحه یا امرای فاتحه واجب نیست، و همچنین دلالت به این میکند که او خفیه خوانده می شود و جهرا مثل فاتحه و جهرا خوانده نمی شود. و عده از علما رأیشان این است که اگر جهر کرده شود به فاتحه جهرا هم خوانده شود اشکالی ندارد، چون در بعضی از روایت ها جهر آمده. از آن جمله روایت است که امام نسائی روایت میکند، امام نسائی رحمت الله علیه روایت میکند که صلیت وراء ابی هریره، راوی این حدیث که نعیم المجمر است، میگه که صلیت وراء ابی هریره رضی الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم ثم قرأ بأم القرآن، من پشت حضرت ابو هریره نماز خواندم، شنیدم که اول بسم الله الرحمن الرحیم را خواند، بعد از او فاتحه سوره فاتحه را خواند. شنیدن از دلالت به میکند که حضرت ابو هریره جهرا بسم الله الرحمن الرحیم را با فاتحه خواندند. حتی اذا بلغ ولا الضالین قال آمین، وقتی که ولا الضالین رسید آمین هم گفت. ثم قال انی لاشبهکم صلاة برسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از او گفت که من بیشتر شباهت دارم در وقت نماز خواندن با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این نمازی که من خواندم نماز من مشابه نمازی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین می‌خواندند. پس عده از علما رأیشان این است که اگر جهرا هم بسم الله را شخصی خواند اشکالی ندارد، چون حضرت ابو هریره جهرا خواندند و گفتند که نمازی که من خواندم شبیه ترین نمازی است با نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و همچنین امام دارقطنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قرأتم الفاتحه فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحیم فانها احدى آیاتها،
این حدیث دلالت به این میکند که سوره فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات سوره فاتحه است. وقتی که سوره فاتحه خوانده شود بسم الله الرحمن الرحیم هم خوانده شود و این رأی عده از علماست. اما جمهور علما نظر به احادیثی که قبلا ما ذکر کردیم رأیشان این است که بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از فاتحه نیست و خواندنش جهرا هم نیست، باید خفیتا خوانده شود و خواندنش واجب هم نیست. اگر شخصی نخواند مباشرتا به سوره فاتحه شروع کرد اشکالی ندارد. و در اینجا دوستان عزیز این وقتی از برنامه ما به پایان میرسد و تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم و انشاءالله در قسمت آینده با ادامه این مطالب صفت نماز، چگونگی نماز در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با شما هستم و تا با وقت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.